بچه‌ها امروز تو سفرمون اومدیم رسیدیم به یه جایی که اسم اینجا چی بود؟ ملاته. ملات توی لنگروده. بعد این نون محلی داره میپزه، خلفه بهش میگن، با کدوه. این چای خود لایجانه، چای محلی اینجا فوق العاده خوشمزه است. این خمیره رو بگیرمش کن. خسته نباشید، دست شما درد نکنه، خیلی خوشمزه بود. سلامت باشید. خانم حیدری هستن، غرفه 7. هر کی اومد اینجا یادش نره بیاد حتما اینجا یه سر بزنه. این خلفه رو بچه‌ها، این خلفه رو ببین یه سریاشون گردویی درست می‌کنن، توشون گردو، اینو با تخم مرغ پز می‌کنن اینجا بهشون ترکیبی می‌کنن، بالاخره یه ترکیبی شمالی خودشون می‌دونن دیگه چیه. ترکیب بهشته. ترکیب آرد برنج، آرد گندمه، دونه شمایل سابیلش، شکر، کدو حلوایی. خمیرش